بعد از مرگ مظفرالدین شاه قاجار تو سال 1285 4 تا پادشاه روی کار اومدن که هیچ کدومشون تو ایران از دنیا نرفتن. محمد علی شاه بعد از یه دوره پناهندگی تو روسیه موقع سفر به ایتالیا میمیره. احمد شاه بعد از کودتای رضا پهلوی از ایران رفت و تو پاریس مرد. رضا شاه بعد از اشغال ایران تبعید شد و توی آفریقای جنوبی مرد. پسرش محمد رضا پهلوی هم موقع انقلاب با خانواده‌اش فرار کرد و آخرش هم تو مصر مرد. اما حالا بعد از 120 سال دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران که همه عمرش رو صرف ساخته ایران قدرتمند کرد توی دفتر کارش وسط پایتخت ایران ترور شد و به شهادت رسید. به ناجوانمردانه ترین حالت ممکن از کیلومترها دورتر از خاک ایران و در نهایت پیکرش هم بین میلیون‌ها ایرانی عزادار تشییع شد. برای کشوری که حدود 300 سال طعمه استعمار بوده و پادشاهاش حتی حق انتخاب قبر برای خودشون رو هم نداشتن، این بدرقه با شکوه بزرگترین نشونه آزادی، قدرت و استقلال